همه با تمام قلب و روحمون افتخار میکنیم به جان باختگانی که جون خونش رو دارن برای راه آزادی ایران. از پدر خودم تا تمام این جوانانی که در این 2 هفته اخیر کشته شدن. امروز اینجا فقط یک گرد همایی نیست، یک لحظه تاریخی است. رژیم کودککش ملایان برای ماندن به مردم خودش شلیک کرده، هزار ایرانی را کشته، هزاران خانواده ها را داغدار کرده و ایران را به زندان بزرگ تبدیل کرده. اما یک حقیقت را هیچ وقت نمیفهمم: ایران با ترس اداره نمی شود. ایران با عزت زنده میماند. این جنبش شرف و آزادی است. این قیام یک شهر نیست، قیام یک ملت است. در چنین لحظه‌ای ملت به یک پرچم مشترک و یک صدا نیاز دارد که بتواند نیروهای گوناگون ملی را کنار هم بیاورد و گذار را از خطر هرج و مرج، از جنگ داخلی، از انتقامجویی نجات دهد. برای همین است که امروز اینجا در میان شما به تکیه برخاست ملی با صدایی بلند اعلام میکنیم: شاهزاده رضا پهلوی انتخاب مردم ایران برای رهبری و دوران گذار است و انتقام ما را خواهد گرفت از این خونخواران. این حمایت از یک فرد به عنوان قدرت نیست، حمایت از یک مسیر ملی است، مسیر گذار به سوی یک ایران آزاد، سکولار، دموکراتیک و یک پارچه. حالا خطابم به نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان حکومتی: شما هم فرزندان همین مردمین. امروز لحظه انتخاب است. ایران یا رژیم، ملت یا سرکوب، آینده یا ننگ. هیچ فرمانی بالاتر از وجدان نیست. هیچ درجه ای ارزش ندارد اگر با خون بیگناهان همراه شود. راه نجات شما این است که کنار ملت ما بایستید، نه مقابل ملت. ما می جنگیم تا پیروزی، ما می